خب سلام خوش اومدید به چنل خودتون، چنل راماد ردلاکس. قبل از هر چیزی باید بهتون بگم که لایک و سابسکرایب یادتون نره و زیر این ویدیو واسه ما نظرات خودتون رو بنویسید. بچه ها امروز اومدیم که قبل از اینکه شاخه‌ها رو روی سر نصب کنیم با هم دیگه بهتون توضیح بدم که نقشه نصب شاخه روی سقف سر به چه شکل هستش روی موهای زیر 4 سم. خب بچه ها این نقشه به این شکل هستش که شما سردیف اول کارتون این سردیف اول کارتون میشه و علاوه دور تا دور کارتون تا تقریبا اینجا این میشه قاب کار ما، یعنی چیزی که روی فیس خیلی تاثیر داره و روی پوری سقف سر خیلی خودشونشون میده. من حالا گاهی میبینم بچه ها دردلاک میزنن شاخه نصب میکنن ولی شاخه های پشت سر هم دیگه معلومه، حتی بعضیا کف سر معلومه، اصلا وجهه قشنگی نداره، یعنی فیس کارو قشنگ در نمیاره، اون نمای کار اون قاب کارو قشنگ در نمیاره. و اینکه این دیاگرام این نقشه رو من درست کردم که اینو بهتون توضیح بدم. سردیف اولی که درست میکنیم باید تقریبا پرترین قسمت دردلاک ما باشه، پرترین قسمت کار ما باشه. سردیف ما هر قسمتی که دردلاک روش نصب میکنیم باید مساحتش به اندازه قطر یک دردلاک اون باشه، به همین شکلی که میبینید. حالا من زیاد توضیح آنچنانی نمیدم، زیاد پیچیده‌اش نمیکنم که شما گیج بشید. نکنید دقیقاً نقشه کار ما روی سرم که خواستم تقسیم بندی کنم دردلاک‌ها رو نصب کنم دقیقاً بهتون توضیح میدم. سردیفمون به این شکل باشه، تقریبا یه 15 16 تا دردلاک همین سردیف اول میخوره. این کارو که انجام بدین کارتون از جلو وقتی نگاه میکنین کاملا پره و کف سر مشخص نیست. ردیفای بعدی رو به این شکل ما مساحت بندی میکنیم. نگاه کنید دور تا دور رو نگاه کنید به چه شکله، به این شکل میشه. به این دلیل ردیفای بعدی رو اینجوری مساحتش رو تقسیم بندی میکنیم که کار خیلی سنگین نشه، مشتری بعد از یه مدت سرش اذیت نشه، کشش به وجود نیاد و زیاد از حد پر نشه و اینکه دردلاکامون مثلا توی 50 تا 60 تا 70 تا شاخه نره، توی تقریبا 32 تا شاخه یا توی مثلا 40 تا شاخه 37 تا 40 تا شاخه جمع و جور بشه. به این شکل استفاده میکنیم، نه سنگینی به وجود میاد نه در بلند مدت حالا سر مشتری رو اذیت میکنه و اینکه اون تر و تمیزی و فیس کارم کاملا خیلی مرتب و ترتمیز به نظر میاد و اینکه اصولی ترین حالتش این شکل هستش. اینم از این. بریم توی ویدیو بعدی بهتون نصب شاخه رو روی سر نشون بدم.